سرورم، شما از من قرض دارید. من چه وقت از تو قرض گرفتم؟ در خوابم پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که صلی الله علیه و سلم به من فرمودند به حمید ما بگو. او هر شب با صلوات و درود از ما یاد می‌کرد، اما دیشب ما را فراموش کرد. گفتند نزد حمید ما برو و حاجتت را از او بخواه. چه فرمودند؟ دوباره بگو. پیش حمید ما. بگیر فرزندم. دوباره بگو چه فرمودند؟ پیش حمید ما. بگیر فرزندم. یک بار دیگر بگو چه فرمود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پیش حمید ما برو. صبر کن. بگیر. یک بار دیگر بگو چه فرمودند؟ فرمودند پیش حمید ما. بگیر فرزندم. فرزندم، همینقدر برایت کافی نیست؟ کافی هست باشو، با این پول میتونم قرضم رو بپردازم. سلامت باشی فرزندم. سرورم، نزدیک بود تمام سرمایه‌تان را به او بدهید. تو چه میگویی پاشا؟ قسم به ذات الله، اگر تمام سلطنتم را میخواست به او میدادم. پاشا، دیشب مشغول کار شدم. در کنار میزم خواهم برد. یادم رفت که درود بفرستم. امیدوارم که الله به خاطر این غفلتم را